مهمترین حادثه های تاجیکستان و جهان را در برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی ببینید. سلام بیننده گرامی. دوام 15 دقیقه من مومن احمدی شما را همراهی میکنم. سرخط خبرها. فاجعه در کولاب و ماتم در چند خانواده. جزئیات صدمه‌ای که باعث کشته شدن 7 نفر و مجروح شدن 4 نفر گردید. بازار کلانترین ناحیه جیهون در مرز تاجیکستان با افغانستان سوخت. تاجرانی که زیان دیدند اکنون چی کار میکنند؟ سازمان ملل در قطر با طالبان گفتگو کرد. دعوت نشدن زنان به نشست خشم حامیان حقوق را برانگیخت. در صدمه مرگبار در کولاب 11 نفر کشته و مجروح شدند. ناظران راه گفتند که صدمه با عیب راننده 27 ساله رخ داده است که با سرعت بلند حرکت کرده است. 3 کسی دیگر با شمول راننده زنده ماندند ولی 7 مسافر از جمله نورسان و کودکان در جای حادثه هلاک شدند. همکارم محمود جان رحمتزاده به محل فاجعه رفت. این حادثه شاید اکنون نام فاجعه آفتابلیقا را گیرد، چون در دهه آفتابلیقای شهر کولاب رخ داد. 7 نفر به هلاکت رسیده اند، 4 نفر مجروح شده اند. در ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی منطقه کولاب گفتند که حادثه شام 27 ایون رخ داده است. با گفته منبع، باباجان زویروف 27 ساله با سرعت بلند هنگام حرکت از سمت کولاب به سمت ناحیه مومن‌آباد از عهده اداره نقلیات نبرآمده به ماشین سمت مقابلش برمیخورد و در جای حادثه 6 نفر به هلاکت میرسند. نفرانی به هلاکت رسیده از 5 تا 38 سال عمر داشته‌اند. در این حادثه پرقربانی یک مادر با 3 فرزندش به هلاکت رسیده است. مقامات نام نفرانی هلاک شده و جراحت برداشته را اعلام کرد. بنفشه شریفова، صبرینه رحمانعلی، علی جان رحمانعلی، امین جان رحمانعلی، رمضان علیوف، رمضان نسیم جان، عمر جان لطیفوف. جراحت برداشته ها بابا جان زویروف، نورعلی شاه قربان، مدینه گلова، پنجشنبه محمدزاد هستند. این بار اول نیست که تصادف های مرگبار نقلیاتی در کوچه ها و منطقه های سیر اهالی شهر روی می‌دهد. اولی ماه ینور در پی برخورد یک ماشین به اداره خانه‌سازی کاریز در محله حافظ شیرازی شهر کولاب 3 نفر به هلاکت رسیده بود. یک سال پیش در این شهر در صدمه مرگبار یک دولن 12 کس جان داده، چند تن دیگر زخمی شدند. برخورد 2 ماشین و هلاکت 7 نفر در کولاب حالا بحث گرمی را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورده، صدمه سال گذشته را دوباره یادآوری می‌کنند. احمد ابراهیم سردبیر روزنامه پیک علت صدمه ها را جویا شده سبب آن را پرسیده است. او گفته است که اگر ملت به سوالش به زودی پاسخ نیابد، هر سال در چنین صدمه ها صدها جوان را از دست خواهند داد که حتی در جنگ ها چنین قربانی نداشتند. از اول سال ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان تا نیمه ماه ایون 122 حالت صدمه های نقلیاتی را به قید گرفته‌اند. با گفته منبع در پی این صدمه ها 67 نفر جان خود را از دست داده، 134 نفر دیگر جراحت برداشتند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، دهه آفتابلیقای شهر کولاب. برنامه را با خبری از ناحیه جیهون ادامه می‌دهیم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سبب سر زدن سوختار را در بازار مرکزی ناحیه جیهون به هم رسیدن ناقل‌های برقی نامید. وزارت گفت مساحت سوختار بیش از 2800 متر مربع بود ولی کسی آسیب ندیده است. بازار شب یکم بعد 2 ایول آتش گرفت و 10 فروشگاه خرد و بزرگ به کامی آتش رفتند. 95% بازار سوخته است. از اداره آتش نشانی ولایت ختلان گفتند که یک هیئت مفتشان به جیهون رفتند و سبب‌های سر زدن سوختار را معین می‌کنند. عمر پیر فروشنده اسباب‌های برقی در بازار جیهون که 2 مغازه‌اش پرره آتش گرفته است گفت که حدود 700,000 سامانی ضرر دیده است و معلوم نیست که جبران می‌شود یا نه. بازار ناحیه جیهون نزدیک به مرز تاجیکستان و افغانستان بازار کلان است که ساکنان چند ناحیه آنجا خرید و فروش می‌کردند. آتش گرفتن بازارها در تاجیکستان نو نیست و از سالهای اخیر سوختار در بازارها زود ثبت می شود. صدها تاجر هم بعد این جبرانی نمیگیرند و ورشکسته و مفلس می شوند و به صف مهاجران کاری می پیوندند.
و دادگاه عالی تاجیکستان ساجیده سعید مرادوف و مادر دلشاد سعید مرادوف ملقب به دلشاد اسپی را به 13 سال زندان محکوم کرد. او را از جمله به مانع شدن به تفتیش پرونده قتل بیرحمانه معاون رئیس آریان بانک گناهکار دانستند. رادیو آزادی جزئیات این پرونده را به دست آورد و مولا رجب یوسفی آن را تقدیم می‌کند. با اطلاع دو منبع در دادگاه عالی حکم ساجیده سعید مرادوف و 19 ایان صادر شده تا حال به قوه قانون ندرآمده است. او را به 13 سال زندان محکوم کردند. با گفته مسئولان دادگاه عالی، سعید مرادوف تا 5 ایول حق دارد به زینه بالای دادگاه شکایت برد. اما یک از پیوندان نزدیک این زن در صحبت با رادیو آزادی گفت از سعید مرادوف به خاطر پسرش دلشاد قصاص گرفتند و برای همین شکایت کردن آنها بیفایده است. در دادگاه عالی این را رد کرده گفتند حکم بر اساس دلیل ها صادر شده است و اگر سعید مرادوف یا پیوندانش ناراضگی دارند بگذار به زینه بالای دادگاه شکایت برند. همصحبتان رادیوی آزادی در دادگاه عالی بعضی جزئیات پرونده ساجیده سعید مرادوف را شرح دادند. از جمله آنها گفتند اتهام قلابی و ساختکاری اسناد نسبت به این زن برای خرید و فروش یک خانه در سال 2016 است. مسئولین دادگاه گفتند خانه را شوهر ساجیده سعید مرادوف پیش از وفاتش به یک نفر تحفه کرده است، اما گویا این زن منزل را باز به 2 نفر دیگر فروخته است. همصحبتان ما در دادگاه عالی گفتند ساجیده سعید مرادوف همچنین به غصب زمین گناهکار شد. دلیل مقامات این بوده است که گویا سعید مرادوف زمین پایان بنای را که زندگی میکند غصب کرده است. پیوندان زن در این باره چیزی نگفتند. و اما اتهام چهارم در پرونده ساجیده سعید مرادوف و به قضیه پسرش دلشاد سعید مرادوف معروف به دلشاد اسپی ربط دارد. دلشاد ماه مارس امسال با گناه کره بودن و قتل شهرت اسمت‌الله معاون اول رئیس آریان بانک به حبس ابد محکوم شد. دادگاه حالا مادر دلشاد را به آن گناهکار کرد که در رفت تفتیش قضیه پسرش به کار مفتشان مانعگی و دخالت کرده است. اما معلوم نیست که چی مانعگی. ساجیده سعید مرادوف ما سپتامبر سال 2023 بازداشت شد و گفته نزدیکانش بازنشسته بود و در جای کار نمی‌کرد. مولا رجب یوسفی، امیر صایف، آزادی، دوشنبه. جلسه سازمان ملل متحد با طالبان در قطر به حضور زنان و تنها با حضور مردان که نماینده این گروه حاکم در افغانستان بودند برگزار شد و بحث زیادی برپا کرد. در برنامه اصلی نشست بین المللی دوحه که شام 1 ایول انجام یافت موضوع حقوق زنان نبود و به حضور زنان و جامعه مدنی برگزار شدن این کنفرانس را فعالان و سازمان‌های حقوق بشر شدیداً تنقید کردند. شادمان یتیم گزارش می‌دهد. جای زنان در نشست سوم دوحه خالی بود و این واکنش‌های شدید را به بار آورد. در نشست سازمان ملل متحد آید به وضع افغانستان که روزهای 3 ایون تا 1 ایول در دوحه برگزار شد، طالبان نخواستند موضوع حقوق زنان مطرح شود. موضوعات داخلی باید برای افغان‌ها گذاشته شود. ما خودمون پروبلم‌های خود درک می‌کنیم، خواست مردم خود درک می‌کنیم، راه‌های حل کوشش می‌کنیم برشان پیدا کنیم. ولی کشورهای بیرونی باید تعامل مثبت با تمام افغانستان من حیث یک ملت تامین بسازن که به نفع همه مردم است. اگر خدای نخواسته فشارها دوام میکنه، محدودیت‌ها دوام میکنه، اول که متضرر میشه مردم ما هستند، اول خانم‌ها متضرر میشه. طالبان زنان افغان را از حق کار در اداره‌های گوناگون دولتی و خارجی محروم کردند. در مکتب و دانشگاه‌ها هم برای دختران در افغانستان بسته شده است. سازمان ملل متحد این عمل طالبان را تبعیض جنسی و اجتماعی نامید. قبل از آغاز نشست فعالان افغانستانی در پاکستان اعتراض کردند. معامله با طالبان معامله علیه تمام ارزش‌های انسانی و حقوق بشری مدرن است. ما ضمن تحریم هر نشست با هدف معامله با طالبان از سازمان ملل و کشورها می‌خواهیم که مسیر گفتگویشان را از طالبان به سوی افغانستان تغییر دهند. این نشست بخشی از روند است، در حالی که زنان و نمایندگان جامعه مدنی در 2 روز گذشته در جلسه حضور نداشتند، اما صدای خود را به گوش همه رساندند. متاسفانه مقامات اعتراف نشده آماده نبودند با جامعه مدنی سر میز مذاکرات نشینند.
اما با آنها روشن فرمانیده شد که وارد کردن زنان و جامعه شهروندی در همه بخش‌ها مهم است. سازمان ملل متحد فعالان حقوق زنان را به ملاقات علاهیده دعوت کرد. یکی از زنان فعال گفت این دعوت را رد کرده است. خود سازمان ملل این ارزش‌هایی را که میگه به او باور داره که اشتراک معنادار زنان در پروسه صلح هست، همین را زیر سوال میبره. به همین دلیل من تصمیم گرفتم که در نشست حاشیه‌ای شرکت نکنم. یک نشست حاشیه‌ای فقط برای اینکه یک تعداد ما را خوش بسازن کافی نیست، حتی توهین‌آمیز است. رهبر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل از نشست دوحه حمایت کرد. وی گفت حکومت طالبان از سوی یگان کشور رسما اعتراف نشده است. در مذاکرات دوحه نمایندگان ده‌ها دولت شرکت داشتند. در راه‌های ماشینگرد شهر خوجند به شمال تاجیکستان در شهر خوجند تقریبا یک ماه است که دیگر نقلیات جمعیتی و یا عمومی کار نمی‌کند. اتوبوس‌های مسافربری که چند سال پیش با قرض خریده بودند حالا در توقفگاه شهری زیر آفتابی سوزان ایستادند و مردم هم ناچار از دیگر نوع نقلیات استفاده می‌کنند. فرزان محمدی سبب‌های قطع حرکت اتوبوس‌های شهری در خوجند را تحقیق کرد. در راه‌های ماشینگرد شهر خوجند بجز میکرواتوبوس‌های خرد مسافرکشان و نقلیات سبک و تاکسی طول چند هفته به این سو اتوبوس‌های آدمکشان مشاهده نمی‌شوند. ساکنان و مسافران میگویند که این بار اول نیست و به این وضع قریب که عادت کردند. برای چه یک روز ایتان سیر نیستان ما خودم همه چیز پشتگی چی میگن به هم میگه یا سلرکه نیست یا ریمونتان. از 100 اتوبوس مسافرکشی که 6 سال پیش با مقصد بهترسازی آمد و رفت ساکنان به شهر خوجند وارد کرده شده بود، ضمناً یگان عدد آنها حالا به حرکت نمیبراید. ماه‌های سپتامبر و اکتبر سال گذشته نیز رانندگان به سبب نگرفتن معاش خود و مشکل مالی کارخانه کار خود را قطع کرده بودند. بعد پرداخت آن همگی 20 اتوبوس دیگر باره به حرکت درآمدند. این بار مسئولان وضع را شرح نمی‌دهند. کم بودن اینها خوب نیست، زیرا ما به کارمون دیر میکنیم، تا جای دلخواهمون در وقتی معین رفته نمیتونیم و خوب میشد که همین اتوبوس ها باز به کار برآمده باشند. این چیز برای خلق خوجند، خلق تاجیکستان همیشه ضرور است. برای چی آن واسه مسافران ناز میرن، باد و هواش تازه آزاده، برای همین استفاده بردن شرط و ضرور. کارخانه نقلیات مسافرکشان در خوجند سال 2018 از حساب 26 میلیون دلار گرانت بانک اروپایی بازسازی و رشد به فعالیت شروع کرد و حرکت این نوع نقلیات اجتماعی را در خوجند و ناحیه‌های اطراف آن به راه ماند. در حالی که شرح رسمی اداره نقلیات مسافرکشانی شهر خوجند برای متوقف شدن حرکت اتوبوس ها معلوم نیست، برخی از کارمندان آن در صحبت حضوری گفتند که بیش از یک ماه باز این وضع جریان دارد. اکثر رانندگان به رخصتی مهنتی بیموز رفتند و ظاهراً مسئله به تنقیصی مالی ربط میگیرد. در همین حال گفته می شود که در آینده نزدیک اتوبوس ها باز به حرکت می دارند و خط سیرها با نرخنامه پیشتر کار خواهند کرد. تنظیم کار اتوبوس ها را مقامات حاکمیت محلی به دوش دارد و ماهانه برای فعالیت آن مبلغ جدا می کند. ساکنان و مسافران امیدوارند که این مسئله به زودی راه حل خود را می‌یابد و دیگر باره سوار اتوبوس ها می‌شوند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. نخست وزیر پاکستان شهباز شریف روز 2 ایول با هدف انجام یک سفر رسمی وارد دوشنبه شد و با سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده دیدار و گفتگو انجام داد. دو جانب قرار است مسائل وابسته به همکاری ها را بررسی کنند و هم امضای بسته سندهای بین حکومتی در نظر است. در آستانه سفر او به تاجیکستان میان دوشنبه و اسلام آباد خط سیر نوی پرواز به راه درآمد. روز 27 ایون شرکت سامان ایر نخستین پرواز را میان دو پایتخت به ثبوت رساند. و اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را در وبسایت آزادی.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب پیدا کنید. اگر شما هم خبری دارید لطفاً به ما نویسید، تحقیق میکنیم. درست بود، نشر خواهد شد. تا دیدار در برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.